برای بحث بیشتر دکتر حمیدالله مفید آگاه روابط بین الملل با ماست. مفید صاحب سلام. چند گروه مسلح و شبکه‌های تروریستی همکنون در خاک پاکستان فعالیت دارند و چرا اسلام آباد تلاش میکنه مسئولیت مدیریت یا انتقال تحریک طالبان پاکستانی را به دوش افغانستان بندازه؟ درود و امید به شما جناب آقا صاحب، همکاران تکنیکیتان، با جناب هاشمی صاحب و جناب همدرد صاحب مسئول بخش و همچنان به بینندگان گرامی ارچه تلویزیون وزینیک تقدیم میکنم. توجه کنین، پاکستان کشوری است که تقریبا اگر دقیقاً عرض کنم خدمت شما از سال 1954 به این طرف تروریست تربیه میکنن. در اون سالهایی که یک تعداد شهروندان افغانستان از جمهوریت داود خان رنجیده بودند و در دو رویدادی که در تالاب برفک و همچنان در کرانمنجان رخ داد و در یک تعداد مردم فرار کردن به پاکستان. از اون تاریخ پاکستان توریسم تربیه میکنه علیه افغانستان، علیه هندوستان. در داخل پاکستان نه تنها سازمان TTP یا جهاد اسلامی یا تحریک جهاد اسلامی و جیش محمدی و نو سازمان که آزادی بخش مردم بلوچ هستند فعالیت میکنه، بلکه یک تعداد زیاد ساختارها و سازمان‌های تروریستی به شمول داعش، القاعده هم بنیاد از او. توجه کنین بنیاد القاعده در نخستین بار در پاکستان گذاشته شد، یعنی در دورانی که یک زندانیان عربستان سعودی، قطر، دبی، مسقط از جانب ایالات متحده آمریکا جمع آوری و به خاطر مبارزه با حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان وقت جمع آوری شد، فرستاده شد و از اون بعدا القاعده از اون به میان آمد. بعد از اون سازمان‌های جهادی دیگه تربیت کردن. نزدیک به گزارشی که از جانب وزیر خارجه وقت ایالات متحده آمریکا درژینسکی در دوران بوش، دوران ریاست جمهوری بعدی از اون قرارداد گرفته بودن، نزدیک به 3 میلیارد دلار مصارف نظامی گروه‌های توریستی از جانب آمریکا، عربستان سعودی و اینا برای پاکستان تادیه میشد و پاکستان از این ارقام آرامش داشت و سازمان‌های مختلف توریستی تربیت کرد. تقریبا 19 سازمان توریستی را میتونه به طور دقیق در پاکستان پیش بینی و ارزیابی کنه. دشواری پاکستان تنها پرابلم این نیست که در اون کشور سازمان‌های توریستی تربیت شده و حال بلای جان خودشان شده. جمعی خود سازمان به اصطلاح TTP یا تحریک طالبان پاکستان که اینا پیرو مکتب دیوبندی هستند، در کوره خطک پشاور تعلیم دیدن، نه در کوره خطک کابل یا در جلال آباد افغانستان. هیچ ساختار توریستی در افغانستان که مربوط به پاکستان باشد در این آموزش نظامی ندیدن، اسلحه و افزار جنگی برشان داده نشده، بودجه نظامی برای آنها اختصاص داده نشده. پروبلم‌های پاکستان این نیست. پروبلم‌های پاکستان اولین کشور جهان است، تقریبا در حدود 286.6 میلیارد دلار پابلیک دبت یا به اصطلاح قرضه داره از بانک جهانی و کشورهای مختلف. توجه کنید کشوری که با این اندازه فقر دچار است، قرضدار است، به اصطلاح وضع مالی به سطح بیکاری نرخ تورم 20 تا 22% بالا رفته. وقت پاکستان مرکز تربیت تروریست های جهان است، چرا جامعه جهانی جلوی کشور را نمیگیره؟ جامعه جهانی در یک زمان، خب البته ما در جامعه جهانی وقت صحبت میکنیم، جامعه جهانی متشکل از شورای امنیت ملل متحد است و 193 عضو ملل متحد که اعضای ملل متحد هستند، یعنی ساختار ملل متحد تشکیل میتن. از این جمله 15 عضو که شورای امنیت ملل متحد هستند اکثرا در مبارزه با تروریسم فیصله‌نامه‌های مختلف را برای منطقه دادن، برای افغانستان و برای پاکستان چندین بار مطرح شده که چرا سازمان‌های توریستی در پاکستان وجود داشته باشه و مسئله امنیت جهانی است. اینا مسائل است که ببینین جنگ عراق، جنگ در لیبیا، تمام از اینا زیر نام تروریسم عملی شد. در افغانستان قطعات امریکا و ناتو به خاطر مبارزه با تروریسم آمدن، ولی خب جایگاه از که پاکستان است متاسفانه او را فراموش کردن. جامعه جهانی اکثر عمل واکنشش همیشه مبارزه تروریسم بوده. حالا توجه کنین پریروز در جاکارتا 50 نفر در اساس انفجار انتحار که صورت گرفت کشته و شهید شدند. این گناهش در گردن کی باید انداخت؟ تروریسم در سطح جهان از جانب در حقیقت یک ساختار فکری است که از جانب ایالات متحده آمریکا، انگلستان برای برهم زدن نقش آرامش در کشورهای اسلامی ایجاد شده تا فرهنگ و تمدن کشورهای اسلامی همیشه تحت تهدید قرار داشته باشه و این گروه همیشه عامل همیشه بدبختی‌های بزرگ بر منطقه و جهان بوده. خب تروریسم تنها در پاکستان و افغانستان مثلا نیست، در کشورهای جهان هم وجود داره.
در چین تهدیدی که از جانب ایغورها وجود داره، ایغورهای اسلامگرای یا حزب ترکستان شرقی هم یک ساختار تروریستی است که مثلا از بفرمایید. درست. مفید صاحب، پاکستان از افغانستان تضمین امنیت در داخل پاکستان را خواسته. در روابط بین الملل و عرف بین الملل کدام کشور حاضر شده امنیت داخلی کشور دیگر را تضمین بکنه؟ در هیچ اعلامیه کنونسیون دفاع سلامت نه در منشور ملل متحد است که کشور دیگر کس موظف است که بیا خانه ما را امنیت بگی یا امنیت کشور ما را تهدید میکنی، امنیت کشور ما خراب است تو جور کن. در هیچ جای ذکر نشده. اما متاسفانه یک مسئله پافشاری شده که او مسئله امنیت منطقه در کل است که از تروریسم و انتحار و گروه‌های جهادی به تکلیف هستند و تمام جهان اسلام. حتی شما تا شاهد هستین که در روسیه یه حالت صورت گرفت، در ایران صورت گرفت و در خود ایالات متحده آمریکا رویداد 11 سپتامبر از اثر تروریسم بود که تروریستی که در اغلب از شهروندان عربستان سعودی بودند. این تروریسم و این انتحاری بدبختی در جهان وجود دارم، ولی هیچ فیصله‌نامه مشخص به کدام کشوری که او را موظف است که امنیت کشور دیگر تامین کنه وجود نداره. البته یک طرح واهی خیالی و بیماری پاکستان است که به اصطلاح دیپلماسی فریب و اذهان مردم باعث که مردم پاکستان فریب بتونه. بشارت کردم براتون که 286 میلیارد دلار به اصطلاح قرضداری یا پابلیک دیبت که از بانک جهانی و کشورهای مختلف جهان قرضدار است، این کی مسئولیتش به دوش میره؟ اینو افغانستان تاریخ کنه برش، کشوری که سیستم مالی برای نادرست، سیستم اداریش نادرست، خودش روی ملحوظات سیاسی از جانب انگلستان آفریده شده. هند برطانوی هدف از زمران استعمار هند برطانوی است. خود یک کشور آدم که در کدام بخشش بگویم، اما گپ مردم کابل است گفتن شطور گفتن گردن که گفت کجای راست است. در پاکستان نه وضع مالی درست داره، نه وضع سیاسی، نه وضع اقتصادی. یگانه امتیازی که داره فدرالی بودنش است که یک کشور فدرالی است که در روی 6 ایالت صلاحیت‌های استقلال و آزادی‌های خود داره. دیگه کدام ساختار در کشور نیست. پروبلم برای پاکستان، برای هندوستان، برای افغانستان، برای ایران. بفرمایید. درست. مفید صاحب، من حیث آخرین پرسش و خیلی خود کوتاه اگر پاسخ بدین، با توقف نقش ترکیه و قطر در تعیین تاریخ دور بعدی مذاکرات و اعلام آمادگی تهران برای میانجیگری، آینده این روند چگونه پیش بینی میشه؟ آیا تهران توان پایان دادن و این تنش را داره یا احتمال ورود میانجیهای جدید مانند ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ وجود داره؟ بدون شک یک راه حل باید این مسئله جستجو شود. دشواری‌های موجود میان افغانستان و پاکستان ریشه بسیار تاریخی داره و به زودی هم نمیتوان او را غلبه کرد و فایق آمد و حل کرد. راه حل از این است که اول یک شورای امنیت منطقوی افغانستان، پاکستان، ایران و هندوستان ایجاد شود. در غیر از او شورای اقتصادی، شورای امنیتی و شورای تفاهم ایجاد شود. این دشواری‌هایی که در منطقه وجود داره و زاده استعمار بریتانیا است، جز از راه تفاهم نمیشه. هر قدر خب بدون شک نقش ترکیه، قطر و تا اندازه هم مصاحبه صحبتی که با وزیر خارجه ایران آقای ایراقچی صورت گرفت و توافق به اصلاح طرح پیشنهادی از اونها که باید دوباره در میز مذاکرات بشینن حل کنن و همچنین طرح آقای ترامپ که باید مذاکرات دوباره شود. خب یگانه راه همی است که ترامپ دخالت کنه، به اینی که ایالات متحده آمریکا حال نقش پلیس بین‌المللی گرفتن، در هر مسئله دخالت میکنه و هر مسئله رو میخواد به صلح بیاره. اگر دخالت کنه یقینا پاکستان اولین کشور است که در پیمان سنتو با آمریکا متحد بوده. به اصطلاح از دوران بسیار دور دراز به طرف با ایالات متحده آمریکا مناسبات ژرف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی داره. ایالات متحده آمریکا همیشه در ایجاد ساختارها در پاکستان و نظم و نسق پاکستان و مسافرت خود فیلد مارشال عاصم مالک لویدرسیزش به اصطلاح در با آمریکا، اینا تمام مسائل است که ایالات متحده آمریکا نقش داره و پاکستان وادار خواست ساخت که در میز مذاکره، ولی پاکستان باید از خواستای واهی بیهوده و ناسودش برای و در میز مذاکرات با طرحهای دقیق علمی و البته پاکستان میره مثلا مطرح طور زیر میگیره افغانستان که در یک مقدار خواستایش سر افغانستان قبول شد. ولی خب سیاست باز است، جهان کل مردم سیاسی شده. امروز پاکستان نمیتونه که با تکنیک فریب بس دیسترکشن پولیتیک مردم افغانستان یا مردم سیاستمدارای افغانستان و مردم خود پاکستان فریب بده. بهترین راه حلی است که بس تمکین کنه به واقعیت و از راه مذاکرات، میز مذاکرات و حل دشواری‌ها از طریق
معقول و رای درست و با قناعت هم طرفین بپردازند و رای حل جستجو کنند. منطقی باید حل شود، هم بین افغانستان و پاکستان هم حل شود. اگه بین ما حل شود، باز بین هندوستان و پاکستان چی خواهد شد؟ دوباره جنگ واقع میشه. ما مطمئن هستم دوباره واقع میشه. هر لحظه که امنیت پا هندوستان در هم بخوره جانب توریستایی که در پاکستان تدریس کرده، درس گرفتن، آموختن، دوباره هندوستان همو حالت پر پاکستان میاره. این چندین بار است. تقریبا از سالی که پاکستان ایجاد شده 3 جنگ اینا پیشتر گذاشتن، 4 جنگ ببخشید و تقریبا حدود 10-15 بار در هندوستان انتحاری‌ها از جانب پاکستان فرستاده. اون مشکلات چی حل میشه؟ با هندوستان با پاکستان مسائل بلوچایی که به نام گروه ریگستانی فعالیت میکنه، او رو کی باید حل کنه؟ من فکر میکنم که نه تنها با افغانستان از راه معقول پیش بیاید که با تمام منطقه باید از راه معقول و متناوب پیش بیاید. سپاس از حضورتان در برنامه دکتر حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل.